تا چند سال دیگه ایرانی نمیمونه. گرونی و فقر اونقدری جامعه رو میجون که ایران دیگه جون نفس کشیدن نداره. دلار از 500 تومن رد میشه و طلا میشه یه قصه، یه خاطره برای نسل قدیم. خوردن لبنیات میشه آرزو، گوشت میشه افسانه. خوشی رو باید بذاری پشت در. اینجا چند سال خوشی مرده. آرزوهامون یکی یکی تبدیل میشن به حسرت. دیگه رو به جلو نگاه نمی کنیم، فقط به ساعت خیره میشیم که ببینیم عقرب کی رد میشه تا این زندگی تموم شه. واقعا دلم میسوزه برای مردمی که فقط زنده ان ولی زندگی نمی کنن. کاش بزنه ببینیم تمام اینا فقط یه کابوس بوده. عید سال 90 از خواب بلند شیم. نمیخوام بگم کامنت بذاری یا پست رو لایک کنی، فقط این پست رو سیو کن، چون روزی دلت برای دلار 130 تومانی هم تنگ میشه.